سلام، بکس تو خونه. سلام ستونه گنگ. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من و پریا تصمیم گرفتیم که رو چنل من فعالیتمون رو شروع کنیم و کانسپت امروزمون چیه؟ اکسپلور گردی. ما قرار شده که اکسپلور رو بگردیم و شما نیاز نیست این کارو بکنید و ورقای اینستاگرام و صورتایی که میبینیم و ریاکت میکنیم. با ما همراه باشید. همراه باشید. بریم سراغ ویدیوی اول. چی میتونه باشه؟ آره داشته باشی برامون. از بدبختیات صحبت نکن، از نداریات صحبت نکن. بگو دارم، بگو همه چی دارم، خونه دارم، زندگی دارم، پول دارم. تو داری اینا رو به کائنات ارسال میکنی. تو داری اینا رو به کائنات ارسال کن. شما فیس رو بیا، چون به این مدل فیس ها چی میگم؟ یعنی شما گونه رو یه جوری میکنی که اصلا کار جمعه دیگه، یعنی موجه برای ریاکت. واقعا نمیدونم من اینو ببینم. ببین من شاید عکس ایشونو بزنم جلو در قندون، بچه دست به قندون نزنه. بچه وقت خوب واسه همه میزنم جلو در قندون. بچه اصلا نمیتونه بچه سکته میکنه. اون مناسبه بچه همون میشه بچه. نگاتیو انرژی منفی داری میدی. نگاتیو انرژی منفی نداری. اینا رو به کائنات داری ارسال میکنی. پس حواست به کائنات باشه. پشمای کائنات جدی هن، نه جدی شوخی هن. پشمای کائنات میریزه خودش. کائنات فرار میکنه. کائنات در میره، یعنی اصلا بدو میدوه. یعنی اصلا بدو میدوه. خب بریم ویدیو بعدی. بریم ویدیو بعد در چه حالیه؟ چجور پسری تایپت نیست و ازش خوشت نمیاد؟ پسری که دنبال رابطه جنسی و این حرفاست. مگه من زنشم که از من این چیزا رو بخواد؟ یکی از معدود دخترایی بود که اخیراً تو اکسپلور دیدم و باهاش حال کردم. دمت گرم. درود به شرفت. دختر واقعی ایرانی یعنی آفرین. من آزادم همسر، یعنی میتونم این رابطه ها گردافشانی میشه. گردافشانی میشه فکر میکنم. رابطه ها به صورت گردافشانی یعنی اصلا درک نمیکنم این مدل. چجور پسری تایپتو دوست داری باشی؟ پسری که هزینه کنه، مسافرت. آها یه دقیقه میشه لطفا همه کار بکنه. پسر هزینه کنه، کادو بخره، بعد فقط رابطه احساسی نداشته باشه. آره ولی کانسپت ویدیو اینه که این پسره داره ریاکتش میکنه و تهش اصلا یه چیزی میگه که طرف دل منه. برام هدیه بخره. خارتو راست میگه دیگه. ستونم دیگه اصلا ندارده. به این چیز دیگه نمیخواد. چیزی نوشابه سالاد فصل. این بانو رو میذاریم آخر رو میکنیم بهش میپردازیم سفت. یه بار دیگه امتحان کن مگه میشه نکشه آخه. داداش من قطعه بفرما شما حالا بعدا حساب میکنی. این چه مغازه‌ای تو داری؟ یه کارتخوان نداری؟ آقا بلد نیستی بده من بکشم. از دلم قطعه اینا رو بردار ببر مهمون من، حالا بعدا می حساب میکنیم. بفرما. من آدم نداری نیستم، دارم میگم امتحان کن، نکشید من میرم. از دلم قطعه دست من نیست که. بده من کارت اسکل. بده من کارت اسکل. اصلا یعنی چی ندار نیستم؟ ببین کارتخوان نمیکشه برادر من نمیکشه، یعنی اعتماد به سقف تو رو برو بعد حساب کن. اصلا کسی نگو امپراتور باتا بود داداش. گوزم آره دیگه پشمام میریزه. آقا من پول نقد دارم. نه خانم بنده خدا موجودی نداشت، خواستم آبروش نرم. ای وای آخه خب آبروش رفت که فقط یه نفر اونجا بود، اونم بهش گفتی. شرف یارو با همون یه نفر اونجا خود ستونم میگفتی به یارو راحتش میگردی. ببین دلش کن. شرف مرف رفت. خب بریم ویدیو بعدی. بریم. آماده؟ آماده. برو بریم. مصطفی رو من بگم خدا چیکارش کنه. وای از این دوباره انداخت. از این دوربین مخفی سماس. بابا از این آبه نخورید دیگه. من چقدر باید بگم آخه. دنجر خطرناکه این آبه. این آب سمی اصلا از دیروز اومدن اینجا. نه بابا اون لوله بالا ترکیده بود. دنجر هم نه دنجر.
Repeat after me. Danger. اومدن بستنش معلومه توش چی ریختن هر کی دیروز خورده یارو مرده. چیز کرد همه که خورده یارو سکته نه، لاپایی اتفاقی زد. نمیفته بعد. دنجر. شما این آقا نیم ساعت پیش آب خورده بود. من نیم ساعت پیش تا حالا 40 بار رفتم دستشویی دارم. واقعا؟ داداش دارم میمیرم. ببین اینا باورشون شده. ببین اصلا جدا از این به نظر من کار درستی نیست. میدونی اینجوری من بخوای نیستم. شوخی کنی با یکی من جنبشو ندارم. شما آره، که من در شما عصبیم. 100 دور مخفی و ستونم میریزی به هم. آره یعنی اصلا کلمات درستی هم استفاده آره نمی‌کنم بعد همه رو بوق آره. بزنه ادیتوره. هنوز که اتفاقی نیفتاده. زنگ داره به مامانه. اصلا به مامانت چرا آخه زنگ زدی؟ تشتک یارو افتاد. چجوریه؟ سرت گیج می نه زمین بهتون نمیسازه بشین خب زمین اصلا بشین آروم باش. اینو بگیر دستت فقط بی زحمت کسی. آقا میفته این. نمردن. جانم. بعد میشه یه سوال دلش داره از بپرسم آبه میخوره. دختره میدونه دوربین مخفیه؟ نه دیگه یعنی اصلا نمیدونه برنامه دیگه. ریزی شده این برنامه نه دختره نمیدونه واقعا ترسیده. نمیدونه زنگ زده مامانش میگه ماما من دارم متوجه میمیرم. شدم میخواستم ببینم عقب برنامه ریزی شده است یا نه اینا مظنون امیرزاده اینا کلاً با این اصلا ببین تیم تیم ببخشید انا رو دوستان. چیه پویان انا رو اینا پیمان کلاً انارم دارن آره اینا مظنون به چیزن ویدیوهای فیک هستن که هماهنگ میکنن ولی ببین، این دختره ببخشید بس. ولی رندوم دیگه آره میاد دیگه جانم. نه من شغلم اینه من اتفاقی برام نمیفته. پیش می‌خواستم اصلا بهتون بگم که دارم باهاتون شوخی میکنم ولی واقعیت ترسیدم. دیدم خیلی ناراحت نگرانی. این آب سالمه. نمیدونم شما چرا اتفاقی براتون افتاده. وای عذر میخوام. الان جرش میده نه میگم جرش میدادم ببین تو بودی کاش من نباشم هیچ وقت ببین تو بودی وسط به 2 قسمت مساوی 0 تقسیمش میکردی آره با شناختی که من ازت دارم کامل شناختم دوربین کاملا مخفی و درسته. فلان و آره. خب بریم ویدیو بعدی آره چرا که نه ستونم آماده ای؟ فرا جان. فرا جان یه ذره بخند. یعنی شباهت رو نگاه. عالی خانومشون بودن خانومشون بودن و میگه خانومشون بودن میگه وقتی مهریه زنت خیلی زیاده شرایط سخته ستونم دیگه ما مهریه‌مون خیلی زیاد نیم ولی رفتار همسرمون خیلی درسته من چاکرم من چاک رم چاک فلش هارد اکسترنال ولی برو بریم بریم خانم ویدیو اول بریم یه ست یه ویدیو طلایی اون آخر بپردازیم آره اونو میذاریم سینما عملی بپردازیم صلیبشو دوست دارم میدونی جاش مناسبه به بعضی ها هم باید گفت هرچی میخواهی بدی کن به وقتش نوبت ما هم میرسد گر بدی خوب است بر شما هم میرسد ترکه هایت را بزن چوب خدا هم میرسد یه سوال شما میخوای لفظ قلم صحبت نکن با اون سک و سیس و فیس لفظ قلمو داشتی چجوری خودتو میشوری آخ این یه سوال فنی ببین خیلی دوست دارم بدونم چجوری خودتون اینجا ناخونه چجوری خودتو میشوری اصلا بقیهش به کنار بهداشت فردی و چجوری رعایت میکنی اون سیستم درقندون بود بهت گفتم اون سیستم هست آخه ببین نمیشه فیس رو ببین آخه ببین دیگه صورت از حالت نچرال داره خارج میشه ببینه من مخالف مخالف جراحی زیبایی نیستم میکروفون نخوره ولی این دیگه برش کن ببین بهش چی میگن بهش میگن عمل زیبایی نه زیباشی دیگه چه زیبایی مرد خب نه بهش میگن عمل زیبایی تو قراره زیباشی قرار نیست که از حالت نچرالت خارج شی آخه نمیدونم من این چیزی هم بگم با ذاتم داستان نه اونقدر بابا دستم بگی برم تو قفسم میرم تو قفسم 60% بانوهای ایرانی شبیه هم دارن میشن یعنی 80% دیگه اومدم زن ستیزش نکنم من خودم زن ستیز نیستی ولی واقع گرای نیستم ولی هستم واقع گرای خانم بریم ویدیو بعد بریم حالا خیلی کنم
یه دقیقه این میتونه بچه من و شما باشه. من اینو قبلا دیدم دیدی اینو؟ آره توی اکسپلورم دیدم. من اینو ندیدم. همین که موزیک سایکدلیک رو دوست دارم. با چشاشو این بچه‌مونه. بچه من و شما باشه. بچه رو نگاه آی قربونت برم. با نمک. وای خیلی نمکه. وای دیدی؟ ببین من چون خیلی بچه دوست دارم. بچه دوست داره. من بچه دوست نداشتم ولی دیگه الان بچه دوست دارم. واقعا میگم عشق باید پیش بیاد. ولی میتونه بچه من آریم باشه. میتونه بچه من تو باشه رو های تک هم ریاکت بره. باباش قربونش بره. ای خدا خیلی با نمک بود. خیلی با نمک. خیلی دوستش داشتم. خب اینجا چی بچه‌ها داریم؟ ببینید چی داریم. اصلا سم داریم. سم داریم. ببین نگم برات. خب این بانوی من مریم احمدزاده هستم. 33 سالمه. بله. 46 تا ازدواج موفق داشتم. چی شده؟ 46 تا ازدواج موفق داشته. ستونم شما دیگه غار اون اتوبان کافه نی. غار چی میگن؟ نه این تونله. نه دیگه تونلم میتونه نباشه. میتونه یه چیزی به اسم غاری. آره دیگه 46 تا داری اصلا کی زندگی میکنی؟ همش رو کارید که پرام میریزه. واقعا پرام میریزه. رفت تو چیز رفت تو بکستیج داستان و اینا نور و بون و دوربین و فیلان و پایه. یه ذرم هیجان داریم امروز چون برنامه اولمونه با هم دیگه. آره یه ذره امروز اکسایتد زیادیم. چوسی نباشه همون هیجان زده خودمون میشه. من باید ایرانیزه کنم کلماتو. اصلا منم برام بکنیم. آره دیگه. اینجا 3 عدد گندگوز داریم. وای این خیلی خب من اینا رو باید بوق بزنم. خیلی بدم میاد از این دوتا. این دوتا خیلی ببین اعتماد به سقفشون. از این به بعد برامون کامنت بذارین. مهمونه فرمانیه در خدمتتونیم. در خدمتتونیم. آها راستی بچه لایک و سابسکرایب هم این وسط من یه تبلیغ کنم یادتون نره. کامنت فارسی نذارین. کامنت فینگلیش بذارید که ویدیوهای ما رو یوتیوب حساب کنه. بریم. قرار فرزای خفن ترین بچه اینستاگرام آماده این امسال قرار ما مهمون هالووین پارتیاتون شیم. کامنتاتون رو میخونیم، لوکیشناتون رو بگید، انتخاب میکنیم میایم تو پارتیاتون. یه وادی این تیم خفن اومده. کاش نیاین تو پارتی همون. کاش ببین هیچ جا نبینیم. کاش اصلا نبینیمتون. اصلا چرا وجود دارین؟ ببین با یه شیشه وازلین هم تو نمیرن اینا. نه. چرا ببین اینا بیماری خودشیفتگی چی؟ اسمش چی بود؟ نارسیسیست چیزی. نارسیسیست دارکتره ولی اینا دیگه خیلی با خودشون حال میکنن دیگه. آخه ببین کاش دخترها یعنی جنس مؤنث هم در نظر بگیرن دیگه. شما نهایت بتونی بیای بری تو کوچه پشتی. آره دختره رو تو سک و سیس و لوکیشن منطقه 1 لباسون میگون. منطقه 1 لباسون میگون. منطقه 1 لباسون میگون. ببین برو درست همون کوچه پشتی. مسیر رو داری درست میری. مسیر رو داری درست. همینجوری مستقیم بیای میتونی بری کوچه پشتی. آره چشم. خب بعدی واقعا اصلا پشمام. ستونم عروسی ادایی داریم. یه عدد عروسی ادایی داریم اینجا. نگم براته. ببین نیستم من خودم. نه ما خودمون به ساده ترین شکل ممکنه ازدواج کردیم. چون اصلا نه عروسی رو بودیم نه مراسم ایرانی و اصلا هیچی. یعنی دستمون گرفتیم گفتیم بریم همو بگیم. کار ساده جمع کردیم بستیم. بریم عروسی رو بریم تو کارش. بله سند یه خونه 500 متری تو الهیه از طرف آقای داماد. مبارک درسته آقای داماد تو الهیه. شوهره یا شوگره؟
انگشتر الماس چند قیراطی. یه سوال، ایشون شوهر یعنی همراه زندگی هن یا ساپورت میکنن؟ یعنی شوگرن؟ فکر میکنم چیز دوگانه سوزه. شوگر شوهره. شوهر شده که اصلا شوگر باشه. شوهر شده که شوگر باشه. کادوی بعدی اون از طرف مادر آقا داماد، دستبند و گردنبند طلا، دستشون درد نکنه. دستشون درد نکنه. مرسی لطفی. بعد این که همه رو دارن شو میکنن شواف ماییم. ما شواف عروس خانم طلاست. طلاست؟ صفر. اون اصلا صفر تا طلاست فکر میکنم. طلاست از طلاست. ببینیم چی میشه. از طرف پدر مادر عروس سکه پارسیان مبارک وای نه آره سفت. چی شده؟ از طرف پدر مادر عروس دوباره سکه پارسیان. آره. دقت کردی کادوی خانواده داماد و عروسو؟ آره اصلا نکته همینه بابا. از ستونا دیگه شواف و فیلان الان دیگه رفتیم تو کنار با آدمایی هم سطح خودتون سعی کنین در رابطه باشید و زندگی کنید. میدونی خیلی اختلاف طبقاتی بزنه خیلی رد میشه. اختلاف طبقاتی ستونم بعداً پایه‌های مشکل ساز زیاد. عروسی داریم بازم. خب برو بریم یه تریپ عروس دومات داریم دوباره. آماده این عروستون رو ببین. بله با افتخار. سلام عشق. چقدر زیبا شدی. خیلی ممنونم. خاک سرت. نه تنها جیگ اومدی این گل آشغالم گرفتی من دیگه نمیام. یه سوال اینم سوخت برادم دوماده. یعنی استوری و ویدیو گرفتن یا نه مراسم واقعیه؟ نه مراسم واقعیه، ریاکشن واقعیه. داشته اون لحظه رو فیلم برداری میکرده. دست گل افتاد. رفتار عروس با دومات دارکه حاجی دارکه. نه یعنی رفتارش واقعیه. واقعی ریاکت روز عروسی. منم نمیام. خیره انشالله خوشبخت شی. ستونم تمومه. بشمار ببین چند تا مهریه دادی اونا رو الان یه چرتکه بندازی 2 ماه دیگه محضری برا طلاق. البته من سر نمیرم ستونم. خیلی وقت ایران نیستی با خبر نیستی. من دادگاه محضر فقط میگیرم. نه دیگه اینا مستقیم میرن مگه محضر طلاق ازدواج نداریم؟ چرا دیگه میرن دادگاه مهریه رو میگیرن بعد میرن محضر طلاق میگیرن. این بده این دارکه. خب وای من معذرت میخوام از شما چون خیلی وقت میگذرونم تو اکسپلور. منم اینو دیدم. آره دیدم. ولی برو بریم خیلی نمکه. من خوب میدونم. اکسپلورش خوب سما. بیشتر اکسپلورش بود تراب میده ستونم. دارک یعنی صدا اکسپلورش خیلی نمکه. سیرینی تیریدی. بچه دختر دوست ندارم. اینو دوست داشتم. اینو دوست داشتی؟ خوبه بریم ببینیم. خب این انسان برو بگی بخواب. بابا دارم میری بخوابی؟ بابا دارم میشه منو دعوا کنی؟ دعوت کنم بری بخوابی؟ بهت میگم برو بگی بخواب. میگه میشه منو دعوا کنی؟ ای خدا قربونش برم. خیلی با نمکه. بهت میگم برو بگی بخواب. بغض یا کردی؟ آها خب خودت میگی دعوا میکنم دعوت نمیکنم. میری بگی بخواب. قربونت برم. اگرم اینجا میتونم قربونت برم. خیلی وای بغض همینم دیگه. یا کریم رفت علی باباش. تو چرا انقدر فیلمی؟ مگه یه ساعت من نمیگی تو من دعوت نکنم؟ دعوا نکنیش دیگه آخه. من اکلیلی شدیم دوتایی ستونم. اکلیلی آخه بچه گوگلی. وای یه عدد از این هیولای اینستاگرامی داره. ببین اینا واقعا هیولان. ببین فیس میس بریم تو کارش. بریم بچه هم ببینن دیگه. وای حاجی وای اصلا ببین اوضاع خیلی خیته. ببین ستونم ولش کن من چیزی اصلا حال مالم خراب شد. میاد چی نگیم راجع به اینو بیا سکوت کن. چی آخه بچه‌ها خودشون میبینن عاقلن دیگه. من چی بگم آخه اصلا من پشمام مونده خودم ریختم. همون داستان 80 حالا اون داستان 80% بانوهای ایرانی قربونت برم.
همون داستان بانوهای چیز دیگه 80% این بانوهای کارو ایرانیه. نکنین این کارو. اگه واقعا فکر میکنین آقایون ایرانی دوست دارن میتونم بهت بگم واقعا اشتباه میکنین. آقازاده پسنده. نه اون حاجی بازاری پسنده. حاجی بازاری آقازاده اونجوری پسنده. نمیپسنده. من این نمیدونم. حاجی بازاری پسنده. میدونی میتونم ایسی هم بگم. آقازاده. ببین تو نهایتا وان نایت میتونی باشی. اونم نه تهش. برای پسرای شیک و منطقی. نهایتا وان نایتی. همینو میتونم بهت بگم. یعنی خودتو بسازی برای وان نایت. دیگه خود دانی. ستونم وان نایت. بریم یه بار دیگه بگیم 1 2 3 ستونم وان نایت. خب بریم ویدیو بعد. بریم هنوز. ویدیو آخره. بریم تو کارش. سال 1404 سال گردن گرفتنه. من کوشم. ستونم منم باید تو این ویدیو باشم. امسال همه گردن گرفتن. در حق خودت چی میگن؟ اچاف کردن. نه. خودت همین تو تنس شکست. یعنی من از اینا بودم که میگفتم بابا ازدواج چیه؟ اصلا حلقه چیه؟ اینا همش ولی واقعا امسال بچه‌ها سال گرفتن این سال گردنگیری خیلی‌ها رو گردن میگیرن. دیگه کارو یه سره کردیم ستونم تمومش کردیم حاجی. اینا هم همینن دیگه. ولی خیلی خوشبختین. من باید تو این ویدیو باشم. آره ادیت چیزی میزنیم شما سامان باشید میشه. حالا باید اضافه کنیم. سلینا گومز. وا وضعیت. نه ببین نبودم اون آخری ترکا رو نبودم. نه نبودم. ولی بازم بهتون تبریک میگم. به پایان پیشین. آره دیگه مثلا ستون حسین تویی ازدواج کرده. ستونمون بانو سلینا گومز اون پسر پرودوسر که اسمش یادم نیست ازدواج کرده. پسر پرودوسر تمام موزیکای معروفه. بنی دیگه این ماشین آره آفرین نمیشناسمشونو. بنی بلانکو آفرین بنی بلانکو. آره اسمش یعنی نمیدونم. بنی بلانکو مثل که پرودوسر خیلی خفن آهنگای بیشتر لژندار رو ایشون تنظیم کرد. دایموند ریانا رو ایشون نوشته شعرشو. کار درسته. ستونا مرسی که با ما همراه بودین. دوستتون داریم. ویدیو اولمون بود. حالا بیشتر پیشرفت خواهیم کرد و ویدیوهای بهتر و جالبتری براتون میزنیم. یه استارتی بود برای جفتمون. لایک و سابسکرایب یادتون نره. کامنت بذارید. خیلی دوستتون داریم. مرسی که با ما همراه بودید. شما پریایی بهتون. ما چاریانی بهتون دوستتون داریم. خدا نگهدار.